مغز زن و مرد یکی نیست. علم توضیح میده که چرا. میدونستید سطح سروتونین در مغز زنان به طور میانگین 52% کمتر از مرد هاست. این تفاوت ساده باعث میشه احساسات در زنان عمیق‌تر و ماندگارتر ثبت بشه. این یعنی وقتی یک تجربه عاطفی قوی دارند، حالا چه خوب باشه و چه بد، مغز به طور طبیعی اون رو بیشتر بازپخش میکنه. بهش میگن نشخوار ذهنی. این یکی از دلایلیه که احتمال افسردگی در زنان حدوداً 2 برابر بیشتر از مردان گزارش شده. اما این فقط یک طرف ماجراست. در مطالعات تصویربرداری از بیش از 46,000 مغز نشون داده شده که زنان در بخش جلویی مغز عملکرد قوی تری دارن. همون بخشی که مسئول تصمیم گیری، همدلی و کنترل رفتاره. به همین دلیله که آمار جرم و رفتارهای پرخطر در زنان تا 14 برابر کمتره. در واقع مغز زنها ممکنه حساس‌تر باشه، ولی در عین حال خردمندتر هم هست.